السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. از شما احترامانه خواهش میکنیم با دقت کمتر ما را گوش کنید. یک اعلان خیلی مهم می باشد. همین اپاجانمان پسرش بیمار هست. با کمک ما و شما دوستان خیرخواه نیاز دارد. کسی چند سوم زورتان میرسد خیر کنید. انشاءالله الله مهربان آنچه شما خیر میکنید به شما آن را زیادتر میدهد. رقم های کارت و تلفن این اپاجانمان در روی اکران میباشند. شخصانی که باور نمیکنید با تلفن زنگ زده از خود همین اپاجان پرسان کنید. این اپاجان در شهر مسکو میباشد، در طرف پدمسکو. از خود آن پرسان کنید. التماس دارم دوستان عزیز بی‌طرف نمانید. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. برادران خواهران اهل اسلام، برادران خواهران دست بخیر. من از شما احترامانه خواهش میکنم که به فرزند من نسین جان کمک خود را رسانید. نسین جان ما 5 ساله هست، تو هزیا گپ نمیزنه، ره نمیگرده. از شما احترامانه خواهش میکنم از برای الله به فرزند ما نسین جان کمک خود را رسانید که من یه توبت کنم ناز شوه. بچه ما 5 ساله هست، زیر چشمش کمه، چشمش ناز نمیبینه، بیماری معاینه سر هست. برادران خواهران دست بخیر. از شما احترامانه خواهش میکنم که به فرزند ما کمک خود را رسانید از برای الله. بچه ما روز تا روز احوالش بد شدیسته، سلامتیش روز تا روز وزبینش دیسته، سودرگش میتیه. مختلوی رسیه میگن توبت کرده میشه پولی کلان در کاره. او شرایط من ندارم که بچه ما توبت کنم نقص شوه. از برای الله بزرگ مهربان برادران دست بخیر. به فرزند ما یاسین جان کمک خود را رسانید.